در این قسمت هم می‌خوایم که به کدنویسی پیشخوان پنل مدیریت بپردازیم و آمار فروش فروشگاه رو در این قسمت نمایش بدیم. در قسمت‌های قبلی صفحات مهمی از پنل مدیریت رو کدنویسی کردیم، به خصوص صفحاتی که زمانبر بود کدنویسیش، مثل بخش مدیریت سفارشات، نمایش جزئیات سفارش، بخش محصولات، به خصوص اون قسمت افزودن محصول که چون استپ بندی داشت زمانبر بود. علاوه بر این، زمانی که این صفحات رو اضافه می‌کردیم کامپوننت های کاربردی و پرتکراری نوشتیم که در ادامه باعث خواهد شد که راحت‌تر مابقی صفحات رو اضافه کنیم. قسمت قبلی دو تا کامپوننت ساختیم که از طریق اولی می‌خوایم که آمار فروش رو در قالب نودار نمایش بدیم، دومی هم که برای نمایش میزان فروش بر حسب استان هستش. بعد می‌خوایم که از این کامپوننت شروع کنیم. از اکسیوز برای ارتباط با سرور می‌خوایم که استفاده کنیم. توسط یوز ناکس اپ میتونیم که داره اکسیوز رو به دست بیاریم. زمانی که آن مانت اجرا شد تابع گت سر دیتا رو اجرا میکنیم و درخواستی به سرور برای دریافت دیتا هایی که در قالب چارت باید نمایش بدیم ارسال کنیم. URL رو تعریف کنم، از یوز runtime config استفاده میکنیم .public.api مسیر فکر کنم که به این صورت در سمت سرور در نظر گرفتیم. این URL ما هستش. بعد از داره اکسیوز استفاده میکنم .get در قسمت دن هم که میتونید به پاسخ سرور دسترسی داشته باشید. خب اگر دوباره صفحه رو رفرش کنیم و بر اساس ریکوست URL فیلتر کنیم، می‌بینید که با اجرا کردن این درخواست پاسخ رو از سرور دریافت کردیم. که حالا اینا مربوط کدهای سمت سرور هستش که البته موقع استفاده در فرانت هم کاربردش رو خدمت شما توضیح خواهم داد. من این رو ذخیره کنم. داخل پوش پابلیک و جیسون پوش ادمین هم داریم. این از اطلاعاتی که از سرور دریافت کردیم. ببینید ما در این قسمت سال جاری رو داریم که به صورت پیش‌فرض مشخص بشه که کدوم سال، یعنی سال جاری رو از سرور دریافت میکنیم. در قسمت years لیست سالهایی که فروشگاه فعالیت میکنه. ما چارت رو که نمایش دادیم بالاش دو تا تگ سلکت خواهیم داشت که مدیر میتونه مثلا انتخاب کنه میزان فروش رو بررسی کنه در سال 1401 اگر فروشگاه در اون سال فعالیتی داشته. بعد در قسمت سر دیتا میگه که اکثرا صفره، یه دونه آخر مبلغ داره، در واقع مبلغ داریم. در این قسمت به ازای هر ماه از سالی که اطلاعات مربوط به اونه، یعنی 1402 مشخص شده که فروشگاه چه میزان فروش داشته، یعنی فروش کل بر حسب تومن رو برگشت داده. ماه‌های اول صفر، فقط برای ماه آخر یا همون اسفند مبلغی ثبت شده. در این قسمت هم تعداد تراکنش ها، این دیتا ها تستی هستش، برای همین فقط برای ماه اسفند ما فروشی داشتیم، یعنی ثبت سفارش انجام شده. میگه که این مبلغی که داریم در واقع مربوط به 10 سفارشه. یه باکس اضافه میکنیم، از ادمین پنل باکس استفاده میکنم. تایتل رو مشخص میکنیم
مساوی میشه با آمار فروش کلی فروشگاه. برای نمودار خواهیم که از کتابخونه هایک چارت استفاده کنیم. در این قسمت شما میتونید که مثال های مختلفی که وجود داره رو، یعنی انواع نموداری که میتونید پیاده سازی کنید رو مشاهده کنید. نمودار به صورت میره‌ای، نمودار دایره‌ای و انواع مختلفی نمودار قابل ایجاد توسط این کتابخونه. لازمه که این هایک چارت رو به پروژه خودمون اضافه کنیم. با توجه به اینکه ما از ویو استفاده میکنیم لازمه که این دوتا دستور رو اجرا کنیم، یعنی اول هایک چارت رو اضافه کنید، بعد کتابخونه فایل مربوط به ویو رو. خب همین رو برمیدارم، وارد پوشه فرانت اند میشیم. منتظریم که نصب کتابخونه تموم بشه تا کتابخونه بعدی که مربوط به استفاده در ویو جی اس هست رو اضافه کنیم. تا این نصب بشه بذارید یکی از مثال هاش رو بررسی کنیم. همین نمودار خطی رو در این قسمت کدها هستش، در واقع آپشنی داری که با این آپشن ها کار میکنی که بتونیم تغییرات لازم رو در نمودار انجام بدیم. ایمپورت میکنیم کامپوننت چارت رو فروم از کتابخونه هایک چارتس داش ویو. از طریق میتونیم که در واقع نمودار رو نمایش بدیم. دیتا تعریف میکنم با نام آپشنز که مساوی هستش با همین آپشن رو برمیداریم که ازش استفاده کنیم، یعنی همین تنظیمات رو که در این قسمت اضافه شده برای یک نمودار خطی. می‌نویسیم آپشنز که مساوی هستش با دیتای آپشنز. خب صفحه رفرش کنیم، به این صورت چندین نمودار نمایش داده میشه و من این رو فقط برای اینکه تست کنیم ببینیم که کتابخونه به درستی اضافه شده یا نه از این کدها استفاده کردم. البته اینا رو تک به تک خدمت شما توضیح خواهم داد. ما میتونیم که حالت ریسپانسیو رو در نظر بگیریم. بهتره که من اینها رو کلا بردارم، به این صورت ممکنه که شما یکم سردرگم بشین. بعد هر کدوم که لازم بود اضافه میکنیم. ما اطلاعات رو داریم، یعنی دوتا آرایه داریم و میخوایم که دوتا نمودار نمایش داده بشه. ما تایتل رو داریم که میتونیم تکستش رو مشخص کنیم. تکست رو مساوی قرار میدم با آمار فروش در یک نگاه. این قسمت میبینی که تغییر میکنه. فونتش مناسب نیست، میخوایم که فونت رو تغییر بدیم. برای این کار از مقدار که چارت استفاده میکنم. بعد چند تا پراپرتی میتونیم داشته باشیم از جمله استایل. در بخشای دیگه پنل مدیریت هم لازم خواهیم داشت که از نمودار استفاده کنیم. الان نموداری که میخوایم داشته باشیم به صورت ستونی هستش. من اون مثالی که برداشتم البته راین بود که یعنی نمودار خطی که میخوایم نمودار ما به صورت ستونی باشه. سپس گفتم میخواستم چک کنم ببینم که کتابخونه به درستی اضافه شده یا نه، یعنی خطایی داریم یا نه. می‌نویسیم فونت فامیلی و از این هرت استفاده میکنم. از فونتی که در پنل استفاده شده میخوایم که اینجا استفاده بشه. بعد به فرض میتونیم که بک‌گراند کاره رو تغییر بدیم که ما با بک‌گراند کاره کاری نداریم. تایپ رو از روی کاروم قرار میدم. بذارید من این
مثالش رو نشون بدم خدمت شما در لیست دموها. بله، به این صورت میخوایم که یک نمودار داشته باشیم. بعد قسمت x اکسس رو داریم یا همون محور x، مثلا کاتگوریز به فرض باشه 1 2. البته این داینامیک باید باشه، فعلا میخوام توضیح بدم. به این صورت البته الان تغییری اتفاق نمیفته چون ما لیست نمودارها رو اضافه نکردیم. بخش سریز رو اضافه میکنیم که مربوط به تعداد نمودارها و اطلاعات مربوط به هر نموداره. ما بریم میخوایم که یک نمودار رو داشته باشیم. نیم باید داشته باشیم، مثلا می‌نویسم تعداد فروش. بعد دیتا میشه یک آرایه، مثلا 10 20 رو به فرض من این عددها رو وارد میکنم. ببینید برای یک، حالا ما در این قسمت که نوشتیم یک، ببینید کاتگوریز محور x رو مشخص میکنه. مثلا به جای یک بنویسیم 1402 یک مثلا یک به فرض. اولین آیتم ما این باشه. بعد اینجا بنویسیم 1402 یک دو. بعد خب در اولین نقطه از محور x ها تو مشخص کنیم که مقدار y ما چقدر باشه. اینجا نوشته شده 10، یعنی همین دیتایی که داریم. پس ببینید ما اینجا 5 تا مقدار داریم، آرایی که داریم 5 تا عضو. هر نموداری که خواستیم اضافه کنیم، الان میتونیم یه نمودار دیگه هم اضافه کنیم، مثلا بشه میزان فروش. دیگه نباید روی هم بیفته، من یه صفرم اضافه میکنم. خب میبینی که الان دو تا نمودار داریم که البته میتونیم رنگ رو هم تعیین کنیم. مثلا برای این قسمت میام کالر مشخص میکنم که رنگش قرمز باشه. پس هر نموداری که اضافه میکنیم شامل یک نیم خواهد داشت. دیتا یک آرایه هستش که به ازای کاتگوریز باید عضو داشته باشه. کالر رو هم که میتونیم ست کنیم. خب خود این قسمت باید داینامیک باشه. تعداد نمودارها و دیتایی که داخلش هم هست باید داینامیک باشه. پس فعلا من این قسمت ها رو خالی میکنم و از این طریق بتونیم که مقادیر رو ست کنیم. اول میخوایم که کاتگوریز رو مشخص کنیم. خب در این قسمت میام شرط میذارم، میگم اگر ریسپانس دات دیتا. ببینید ما در این الان پاسخی که از سرور دریافت کردیم گفتیم که شامل 12 تا آرایی که داریم 12 تا مقدار داره، به خاطر اینکه میخوایم میزان فروش و تعداد فروش رو در یک سال مشاهده کنیم به ازای هر ماه از سال. ولی ممکنه که بخوایم میزان فروش و تعداد فروش رو برای یک ماه از سال مشاهده کنیم. در اون شرایط سایز این آرایی مساوی با تعداد ماهایی که تعداد روزهای ماهی که انتخاب کردیم خواهد بود. به همین خاطر شرط میذاریم این دوتا هم سایزش دقیقا یکسانه. هر جفتش الان سایز 12 داره. اگر حالا هر کدومی که خواستیم بنویسید رنسش مساوی بود با 12، یعنی میخوایم که میزان فروش رو برای یک سال مشاهده کنیم، اون موقع دسته‌بندی به این صورت میشه. چون که از رف باید استفاده کنیم، می‌نویسیم options.value. بعدش میتونیم که کاتگوریز رو ست کنیم که یک آرایه هستش، مساوی کردیم با ماه‌های سال. خب من به این صورت به ترتیب ماه‌ها رو وارد میکنم. در تصویر مشاهده میکنید، یعنی در این قسمت باید اسم ماه‌ها نوشته بشه.
بعد خب این یه آرایه هستش. در این قسمت می‌نویسیم options dot value. از پوش استفاده میکنم. دو تا نموداری که داریم رو باید اضافه کنیم. خب هر نمودارم که یک اسم داره، بر اساس در اسمش هم باید تعیین کنیم. نیم اولی رو میذارم تعداد فروش، بعد دیتا. تعداد فروش همین کانت دیت هستش، پس باید بنویسیم response data count date. بعد از همین کپی میگیرم، این میشه میزان فروش. کارر این رو هم میگه رنگ قرمز در نظر بگیریم. خب ببینید چون تعداد فروش در مقایسه با میزان فروش خیلی کمه، برای همین نشون داده نمیشه، یعنی ما اون رو نمیبینیم، به کف در واقع چسبیده. که میتونیم کلا این رو هم پیش‌فرض غیر فعال کنیم که نمایش داده نشه مگر اینکه انتخابش کنیم. ویزیبل رو مساوی با فورس قرار بدیم. بی‌قرار این غیر فعال هستش. بذارید رفرش کنیم صفحه رو. فقط اولی فعاله که در این قسمت نوشته شده که میزان البته اینم درستش میکنه که به این صورت نباشه. پس ماه‌های سال رو نمایش میدیم که میتونیم میزان و تعداد فروش در هر ماه رو مشاهده کنیم. کنیم که تغییراتی در این قسمت یعنی محور ایگرگ ها بدیم. یه تایتل مشاهده میکنید که میتونیم این رو تغییر بدیم. این بار از ایگرگ اکسس استفاده میکنیم. تایتل میتونید داشته باشیم. تکست رو مساوی قرار میدیم با. من کلا میخوام که اینجا چیزی نشون داده نشه. بعد کار دیگه که میخوایم بکنیم اینه که ببینید در این قسمت نوشته شده 17.5 میلیون. خب این 17.5 میلیون به این شکل نباشه، خودمون تعیین کنیم که مثلا همون 17 میلیون نوشته بشه، از مقدار M استفاده نکنیم. خب برای این کار می‌نویسیم ریبرز از که فرمتر استفاده میکنم، درست نوشته باشم، که مساوی هستش با فانکشن. خب اینجا یه مقدار میگیم ریترن بشه، مثلا میگه که کل این قسمت شد 1. آره این که میگیم مثلا تست کنیم ببینیم که این فانکشن درسته، بعد کد نیزی داخلش رو انجام بدیم. خب یه مقدار ولی دریافت میکنیم که مساوی هستش با از دیز دات ولیو استفاده میکنیم که داخل این فانکشن، یعنی زمانی که هایپ چارت این قسمت رو اجرا کرد توسط دیز دات ولیو، میتونیم که به مقدار دسترسی داشته باشیم، به مقداری که در سمت چپ یعنی بخش محور ایگرگ نمایش داده میشد. ریترن میکنم همین ولیو رو. به این صورت میبینیم مثلا نوشته شده 17.5 میلیون. حالا میتونیم که تغییر لازم رو خودمون انجام بدیم. شرط میذارم، میگیم که اگر ولیو بزرگتر از 1000 بود، یعنی اعداد بزرگی داریم که میخوایم سرقم هم جدا بشه، پس ولیو رو مساوی قرار میدیم با. در این قسمت باید از use knocks app استفاده کنیم. دات ریپلیس رو ما چندین بار باید انجام بدیم. فانکشن تعریف میکنم با نام replace in number، که کدنویسی ما کوتاه در بشه. در این شرط هم می‌نویسیم یوز. از پراپرتی که قبلا تعریف کردیم میخوایم که استفاده کنیم.
فانکشنی که قبلا تعریف شده نامبر رو به عنوان ورودی بهش میدی که ریپلیس کنه. پس در این قسمت هم کافی که از همین استفاده کنیم. البته نامبر رو بذارید من به این صورت بنویسم، ولیو هم که همون عدده به عنوان ورودی بهش میدیم. خب هر دفعه هم که همین ولیو رو میگیم که برای ما ریترنش کنه. خب میبینی که ریپلیس شدهش برای ما نمایش داده میشه. البته اصلا کنم میخواستیم که سرقم هم جدا کنیم. این ریپلیس که باید بشه تحت هر شرایطی. ضمن که میخوایم سرقم هم جدا کنیم. برای این هم بذارید برای که کدهای این قسمت آپشن شروع نشه یه فانکشن تعریف کنیم، یا اینکه این کار انجام بدیم فانکشن تعریف کنیم این قسمت شروع میشه. من همین رو برمیدارم، یه ثابت با نام گلوبال پراپرتیز تعریف میکنیم که مساوی با همینه. بعد اینجا می نویسیم گلوبال پراپرتیز داره ریپلیس نامبر. یه نیازی هم به این فانکشن ها نداریم. در این شرایط هم از داره نامبر فرمت استفاده میکنیم که سرقم جدا بشه به این صورت. بعد میتونیم که یه استایل هم اضافه کنیم در این قسمت. مثلا میگیم ریترن بشه، داخل تگ div قرار میدم، به اضافه value تگ div پایان رو هم که لازم داریم. بعد یه استایل هم بهش میدیم کاری که برد نشون داده بشه. به این صورت میبینی که برد شد. بعد میتونستیم که کلاس برد تکست استفاده کنیم که همون تاثیر رو خواهد داشت. خب از همین قسمت میشه که البته اگر این تگ تأثیری نداشت در اون شرایط میتونید که use HTML رو مساوی قرار بدیم با true، یعنی امکان استفاده از HTML رو true قرار بدیم اگر تأثیری نداشت. بعد بخش استایل هم داریم. فونت سایز رو ما میتونیم از این قسمت هم تعیینش کنیم، یا اینکه اینجا بنویسیم که فونت سایز مساوی بشه با مثلا 15 پیکسل مناسب هستش. بعد میمونه تورتیپی که نمایش داده میشه. برای این هم میتونیم که ظاهرش رو تعیین کنیم. فاصله که لازم نیستش، پیش ورزش آرایی خالیه. از تورتیپ استفاده میکنیم. مشابه همین قسمت باید فرمتر داشته باشیم. فونت سایز رو هم مساوی کردیم با 15 پیکسل. در این قسمت میتونیم که توسط دیز دات سرس به اطلاعات نمودار دسترسی داشته باشیم. مثلا میگم که مقدار اسم نمودار رو برگردونه، میشه میزان فروش، در این قسمت تعداد فروش. بعد میتونیم که مقدار x رو برگردونیم. خب اینجا می‌نویسه اسفند، یعنی مقداری که اینجا داریم. بعد مقدار y داریم که میشه همون میزان فروش. خب از این میتونیم که استفاده کنیم از این اطلاعات. خب من میام اول ماه رو نشون میدم، مثلا اسفند. بعد به اضافه خب از تگ بیار استفاده میکنم که یک مابقی از سطر جدید نمایش داده بشه. یه تگ div قرار میدیم، کلاس پدینگ هم بهش میدم 5 پیکسل. بعد در این قسمت باید اسم نمودار نمایش داده بشه. به اضافه میکنیم، یه 2 نقطه قرار میدم، به اضافه خب مقدار y رو باید ریپلیس شدهش رو نمایش بدیم. هم ریپلیس باید بشه،
هم از داره نامبر فرمت باید استفاده کنیم. من اینجا بنویسم value، بعد value رو هم مساوی قرار میدیم با همونطور که گفتم به این صورت هم باید ریپلیسش کنیم، یعنی تبدیلش کنیم به صورت فارسی عدد رو، همین که سه رقم هم جدا کنیم. این هم میشه دیز دات مقدار ایگرگ. ببینیم که درست هستش یا نه. اسفند بعد میزان فروش 2 نقطه که مساوی شده با مقداری که شما مشاهده میکنید. البته میتونستیم که بهتر از این کدنویسی کنیم، یعنی در این قسمت هم من یه اسفند اضافه میکنم. خب اینم به صورت بورد نشون داده بشه بهتره. یک کلاس بهش میدیم، از کلاس بورد تکست استفاده میکنم. هدیه رو بذار یک مقدار زیاد کنیم ببینیم که اصلا تأثیری داره یا نه. برای اینکه تأثیر داشته باشه use HTML رو true قرار میدم. البته پدینگ هم زیاد شد، میتونستیم کلی پدینگ بدیم، یعنی این قسمت هم داخل پدینگ باشه. اینجا که کلا اشتباه شد، بعد 5 نوشته بودم. برای به این صورت به نسبت بهتره. برای این نمودار بعدی هم نوشته شده اسفند تعداد فروش 2 نقطه عدد 10. حالا میتونیم هر کدوم رو که خواستیم رنگش رو هم تغییر بدیم، مثلا اینجا اسفند با یه رنگ دیگه ای نشون داده بشه. که مواردی که خودتون با توجه به سلیقه‌ای که دارین میتونید که تغییر بدیم. خب کار دیگه ای که مونده ما انجام بدیم اینه که ما در این قسمت باید لیست سالها به اضافه ماهها رو نمایش بدیم. اگر هر ماه هم که انتخاب شد، گفتم که نمودار باید تغییر پیدا کنه و به ازای هر روز از ماه مشخص بشه که چه تعداد فروش و چه میزان فروش رو داشتیم. برای این کار این تگ دی اضافه میکنم با کلاس رو. بعد اینجا یه تگ دیگه اضافه میکنیم، از کلاس کد md-3 استفاده میکنم، یعنی میخوایم که عرض به اندازه 3 ستون داشته باشیم. از کامپوننت فور سلکت تگ استفاده میکنیم. ریبر باید داشته باشیم که مساوی قرار بدیم با انتخاب سال. بعد آیتمز رو هم مساوی قرار بدیم با years. اینا تعریفش میکنیم که پیش‌فرض یه آرایه خالی هستش و با توجه به دیتایی که دریافت کردیم باید این آرایه رو پر کنیم. خب یه سال هم که باید انتخاب بشه، ثابت هم اضافه میکنم. البته این چون یه سال کلا داریم، البته من اطلاعات سرور رو تغییر میدم که یک سال دیگه هم اضافه بشه بدونیم که تست کنیم. من پیش‌فرض نال قرار میدم. هرچی که انتخاب شد می‌نویسیم ویدش مدل باید ریخته بشه داخل دیتای یر. البته الان هم که لیست سالها خالی هستش. برای اینکه بتونیم از این استفاده کنیم، خب خودتون بهتر میدونید که داخل سلکتر آرایه‌ای که داریم باید هر عضوش به صورت آبجکت باشه، شامل 2 تا مقدار با نام تایتر که همون مثلا می نویسیم سال 1402 ولیو که میشه 1402. به همین خاطر وقتی که ما اطلاعات رو از سرور دریافت کردیم در این قسمت می نویسیم years.value مساوی گرانتی با، البته یه شرط میذاریم اگر value.range مساوی بود با 0.
چون چندین بار میتونیم که درخواست ارسال کنیم، ماه‌های مختلف رو انتخاب میکنیم که هر بار درخواستی به سرور ارسال میشه. در همین درخواست‌ها سالی که دریافت میکنیم لیستش ثابته و همین خاطر یک بار لازمه که ما آرایه یرس رو مقداردهی کنیم. خب در این شرایط میام یه حرکه فور اضافه میکنم، میسیم response.data.years.friends. بعد به یه دیتا تعریف کنیم با نام years. خب هر بار به این آرای یک آیتم اضافه میکنیم. تایتل میشه همون شماره سال، ولیو هم همونطور. یعنی تگ آپشنی که داریم، بذار تا من اول اینم مقداردهی کنم، نهایتا ولیو رو مساوی کردیم با years. یه رفرش کنیم ببینیم اگر خطایی داریم اون رو برطرف کنیم. البته years رو داریم دیگه، این رو بذارید یا مثلا اینجا بنویسیم ریست به این صورت. خب الان یه دونه 1402 داریم که قابل انتخاب هستش. انتخاب هم کنیم که تأثیری نخواهد داشت. اما در اینکه به این صورت نوشتم، بارها هم خدمت شما توضیح داده شده هر موقع که مستقیما میایم years رو تغییر میدیم، خب کدها آپدیت میشه، کدهایی که مربوط تمپلیت هستش. به همین خاطر نمیخوایم که از طریق هرگز چندین بار years رو آپدیت کنیم. بهتره که محتوای years که یک آرایی هستش ساخته بشه، بعد از اینکه ساختیم یک بار دیتای years رو آپدیت کنیم که مساوی میشه با همون لیست نهایی. خب اینجا 402 داریم و وقتی هم که به سرور ارسال کردیم، یعنی ولیوی که خواهیم داشت هم مساوی با 402. حالا میتونستیم مثلا در این قسمت خواستین تایتل رو بنویسیم، مثلا یه سال هم اضافه کنیم به اضافه شماره سال. بعد به همین ترتیب لازمه که لیست ماه‌های سال نمایش داده بشه. متغیر تعریف میکنم، می‌نویسیم مونت. اول از این استفاده کنیم. این میشه انتخاب ما هم که انتخاب شد داخل مونت میریزیم مقدارش رو. البته لیست هم خالی هستش. خب حالا باید همین فروردین و اسفند و ماهایی که داشتیم رو داخل این قسمت هم بریزیم. بعد یه نکته بگم، در این قسمت درسته که حجم کدهای ما زیاد شد، یعنی سعیمون اینه که بیشتر از 100 خط کد در یک کامپوننت نوشته نشه، خیلی شلوغ نشه کدها، ولی بیشترش مربوط به کدهای جاوا اسکریپت، یعنی اینجا کد خاصی نوشته نشده. اگر تمپلیت هم خیلی حجم کدهای زیاد بود، در اون شرایط من کلا فایل کدهای جاوا اسکریپت رو منتقل می‌کردم به یک فانکشن. خب پس در این قسمت گفتم که به ازای هر ماه باید یه آیتم به این آرای اضافه بشه. خب اینجا می‌نویسیم فروردین، تایتل میشه فروردین، مقدار ولیو رو 1 قرار میدیم که میشه شماره ما. به این صورت من اضافه میکنم تایتل و ولیوی که یه دونه گزینه همه ماه ها هم باید داشته باشیم. شماره سال و ماهی که سال و شماره ماهی که انتخاب شدن در این شرایط به سرور باید ارسال بشه. پس می‌نویسیم یر مساوی کردیم با به اضافه از دیتای یر استفاده می‌کنیم value به اضافه یه اند میذارم، ماه رو هم ارسال می‌کنیم. بعد
زمانی که ماه تغییر کرد یا سال تغییر کرد دوباره باید اطلاعات جدید رو از سرور دریافتش کنیم. پس میایم از واچ استفاده میکنیم، میگیم که وقتی mount.value تغییر کرد درخواستی به سرور ارسال بشه. همین کار رو برای سال هم انجام میدیم. خب الان نموداری نشون داده نمیشه به این خاطر که مقدار پیش‌فرض نال ارسال میشه. ما در سمت سرور شرط گذاشتیم که اگر خالی بود در شرایط اصلا ماه و سال در نظر گرفته نشه و بر اساس سال جاری اطلاعات رو ریترن کنیم. حالا اگر البته به صورت پیش‌فرض هم اینا باید انتخاب بشه. اگر ما یک ماه رو انتخاب کردیم مثلا فروردین، در این شرایط همونطور که مشاهده میکنید ما 30 تا یعنی از صفر شروع میشه 31 تا روز رو داریم. پس این قسمت باید تغییر پیدا کنه. الان حالت ارثه که اتفاق میفته. در حالت ارث یه ثابت تعریف میکنید با نام کاتگوریز که مساوی هستش با آرای خالی که نهایتا باید کاتگوریز رو مساوی با همین آرایه بکنیم. بعد میایم یه هرگه فور اضافه میکنیم. شماره روز از 1 شروع میشه. از رنس همین هم استفاده میکنیم. اگر کوچکتر مساوی بود. کوچکتر مساوی به این خاطر که ما از 1 شروع کردیم. اگر از 0 بود میگفتیم کوچکتر. پس از 1 شروع میکنیم. رنس ما هم برابر با 31 برای فروردین. در این شرایط می‌نویسیم categories داد push مقدار آی. فروردین رو انتخاب میکنیم. بعد بذار ببینیم دیتایی برگشت داده شده یا نه. یعنی اردیبهشت بزنیم بازم همون اطلاعات ریتر میشه. خب نه دیگه کلا اصلا این قسمت سر دیتای ما 0 هستش. کلا نباید اصلا این نشون داده بشه. خب ببینید که اشکال کار ما کجاست. خب ببینید هر بار که درخواست ارسال میکنیم به سرور باید لیست نمودارها رو خالی کنیم. یعنی پاسخ که دریافت کردیم اول نمودارها رو مساوی با یه آرایه خالی میکنیم بعد 2 تا نمودار رو اضافه میکنیم. یعنی الان 2 تا نمودار داشتیم دوباره نمودار اضافه کرده بودیم. خب فروردین رو انتخاب میکنم میبینیم که میزان فروش و تعداد فروش خالی هستش. اگر اسفند رو انتخاب کنید برای 2 تا روز میزان ثبت شده، میزان فروش و تعداد برای هر 2 تا 5 تا ثبت کردیم. به صورت پیش‌فرضم باید این سال انتخاب بشه. می‌نویسیم از مقدار اینیشیال ولیو استفاده میکنم مساوی کردیم با یر. بعد از اینکه پاسخ رو از سرور دریافت کردیم می‌نویسیم year.value مساوی هستش با همین مقدار response.data.year. یعنی مشخص میکنه که اطلاعات مربوط کدوم سال هستش. میبینی که الان دیگه اشکالی هم داشتیم 1402 انتخاب شده. خب همین مورد رو برای ما هم لازم داریم. البته اشکال به این خاطر که وقتی ما یر رو تغییر میدیم دوباره یه چارت دیتا اجرا میشه. مثلا کنم یر رو حالا فرق نمیکنه مونت رو هم همینطور. البته مونت رو که تغییر بدیم باید حتما این اتفاق بیفته. خب میتونیم یه بررسی بکنیم. ما اینجا 2 تا ورودی داریم old value و new value. البته اگر درست نوشته باشم. خب همین رو هر جفتش رو من آلرت میکنم خط تیره قرار دادم به اضافه نیو
value. یه رفرش میکنیم. برعکس نوشتم اینها رو، یعنی این باید بشه old value مقدار قبلی به اضافه این نیو به ایجاد دادن. رفرش کنیم. خب الان درسته. میگیم که در صورتی اجرا بشه که old value مخالف بود با خالی. اگر خالی باشه یعنی که خودمون اطلاعات رو دریافت کردیم و سال رو بر اساس اطلاعات دریافتی ست کردیم. دوباره مشکل حل نشد. میگه که چندین بار درخواست ارسال شده برای دریافت اطلاعات. یه شرط دیگه هم اضافه کنیم که new value مخالف بود با old value. مجددا رفرش کنیم ببینیم بازم. خب الان یه درخواست ارسال شده. من اطلاعات رو هم تغییر دادم که دو تا در واقع سال داشته باشیم که بتونیم از این طریق هم بررسی کنیم. الان روی این قسمت میزنیم. برای سال 1401 هم همون اطلاعات رو کپی کردم. میبینی که الان سال تغییر کردم. بذارید من این دیتاش رو هم تغییر بدم کلا. متفاوته دیگه. اینجا 7 میلیون تومن فروش ثبت شده. اگر بیام تغییر بدم خب شد 15 میلیون تومن.